سلام بچه‌ها، در مورد آزمون آیین‌نامه می‌خواستم بهتون بگم. ببینید اصلا لازم نیست که شما کتابو بخونید. فقط کافیه نمونه سوالاتو بخونید که من تو این چنل براتون گذاشتم. بعد دیگه بخوام بهتون بگم یه کارت بانکی با خودتون ببرید، چون قبل از ورود به آزمون یه مبلغی ازتون میگیرن. بعدش دیگه شما همون کارتکس و کارت ملی یا شناسنامه همراهتون باشه و همراه خودکار میتونه آبی باشه یا مشکی، کافیه. چیز دیگه ای لازم نیست ببرید. اگه که اونطوری که مثلا یکی میاد دنبالتون و یعنی یکی میرسونتتون و یکی قراره بیاد دنبالتون، ترجیحاً دیگه چیز اضافه ای نبرید با خودتون، چون که اونجا ممکنه وسایلتون رو بذارید گوشه کنار و مسئولیت قبول نمیکنن. خب و اینکه آزمون با اینکه مدتش 20 دقیقه هست، ولی سر جمع مثلا بر من 2 ساعت و ربع طول کشید. حالا ممکنه یا بیشتر یا کمتر طول بکشه. یعنی خب اگه مثلا اونطوری که یکی قراره دنبالتون بهش اطلاع بدید که خب قراره بالاخره این همه طول بکشه. بعدش هم که بعد اینکه قبول شدین هم باید برید آموزشگاه. دور اونجا بهتون یه برگه میدن، یه کارتکس میدن برای آزمون شهری. برای آزمون شهری هم تجربه‌مو دوباره یه ویدیو گرفتم تو چنلم گذاشتم، میتونید که اونم نگاه کنید و امیدوارم براتون مفید باشه.